سلام دوستای گلم، وقتتون بخیر. من نگار هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من قصد دارم که گرامر زبان انگلیسی و یه سری از نکاتی که خیلی مفید هستن توی یادگیری زبان رو با شما به اشتراک بذارم. خب کتابی که من برای آموزش گرامر استفاده میکنم این کتاب هستش، کتاب گرامر کامل زبان انگلیسی که نوشته ریمون مورفی هستش، ترجمه آقای حمید بلوچ. خب من این کتاب رو چاپ 12مش رو گرفتم سال 1392. به نظرم کتاب کاملی هستش چون که یه سری مبحث ها رو جدا کرده توی 132 تا درس و تو هر درس یه موضوعی از گرامرها رو توضیح میده و اینکه آخر هر درس هم یه سری نمونه سوال هستش و یه سری تمرین داری که پاسخنامه تمرینات هم آخر کتاب هست. خب این کتاب در واقع گرامر ساده است. کتابایی هم که میبینید وکابیولری، بیسیک و گرامر پیشرفته هم هستش. فکر کنم هم کتابای خوبی باشن. البته من اون سال این کتاب رو 19,500 تومان خریدم سال 92. به نظرم اگر یک کتاب نیاز داریم برای گرامر، کتاب کاملا جامع و خوبی هستش. اگر هم کتاب رو نداریم، من توی ویدیوها هر سری یه دونه از این سرفصل‌ها رو با هم دیگه کار میکنیم و اینکه این رو هم بهتون بگم که اگر موضوع خاصی مد نظرتون هست که راجبش صحبت کنیم و یاد بگیریم، حتما به هم بگین، کامنت بزنین، سابسکرایب کنین و کانال رو داشته باشین. باعث خوشحالی منه که شماها با هم باشین و با هم دیگه پیشرفت کنیم. درسی که امروز میخوایم با هم دیگه مطالعه کنیم درس شماره 51 این کتابه، راجع به حروف A و N کاربرد هاشون هستش. اول یه توضیحی بهتون بدم راجع به کاربرد کلمات A و N. A و N برای شمارش میان، قبل از اسم کار میرن و حرف N بعدش یه اسمی میاد که این اسم ها باید با حروف صدادار شروع شده باشن. حروف صدادار که شامل A، E، I، O و U هستش. توجه کنید که ایگرگ یا همون وای جز این حروف حساب نمیشه. پس حروف A، I، E، O و U. یه مثال براتون میزنم. کلمه اورنج، پرتقال. وقتی میخوایم بگیم یک پرتقال میبینیم که او حروف صدا داره، نمیگیم ا اورنج، میگیم ان اورنج. یا کلمه اپل، این هم با حروف صدا دار شروع شده، پس از ان استفاده میکنیم، ان اپل. یا کلمه اگ، این هم با حروف صدا دار شروع شده، پس میگیم an egg. یا مثلا umbrella، umbrella با یو شروع شده، حروف صدا داره، an umbrella. We use an for this. اوکی. خب حرف A با کلماتی میاد که با حروفی شروع شدن که به جز اینها هستن، مثلا حروفی که با B شروع شده، C، M، K و غیره. هر حروفی به جز این چند تا حروف. حالا براتون مثال میزنم. کت،
این حروف صدادار نیست، پس میشه اکت. یا مثلا داگ. حروف صدادار نیست، پس میگیم اداگ. یا مثلا پن. حروف صدادار نیست، پس we use a pen, a dog, a cat و کلی مثال دیگه. این توضیح ساده ای از کاربرد کلمات A و ان بود. حالا توی این کتاب درس 51 رو باز میکنم که راجع به A و ان هستش که با تصاویر به ما آموزش داده. He has a camera. میبینیم که حروف صدادار نیستش. He has a camera. She's waiting for a taxi. It's a beautiful day. نمیشه A یا ان به معنی یک شی یا شخص هستش که ان برای اسمهایی به کار میره که با یکی از حروف صدادار A, E, I, O و U شروع شده باشه و A برای کلماتی که با حروف دیگه شروع شدن. خب اینجا یه سری مثال گفته. Alice works in a bank. نگویید in bank. It's not correct. Alice works in bank. It's not correct. Alice works in a bank. اینجا میگه که Can I ask a question? نگویید ask question. آیا میتوانم یک سوال بپرسم؟ مثال بعدی. I don't have a car. من اتومبیل ندارم. میدونیم که don't جمله منفیه. هم یه نکته انحرافی که بهتون بگم، این در واقع به جای A میتونیم از any هم استفاده کنیم. مثلا بگیم I don't have any car. هر جفتش معنی میده. مثال بعدی. There is a woman at the bus stop. یک زن توی ایستگاه اتوبوس است. خب این هم که گفتیم. حالا مثالایی که برای حروف صدادار هستش. Do you want an apple or a banana? اپل با حروف صدادار شروع شده، پس ان قبلش میاد. بنانا حروف صدادار نیست، پس A قبلش میاد. مثال بعدی. I'm going to buy a hat and an umbrella. میخوام یه کلاه یه چتر بخرم. حروف صدادار قبلش ان میاد، حروف بی صدا قبلش A میاد. مثال بعدی. There was an interesting. میبینین که با I شروع شده، پس an interesting program on TV last night. دیشب تلویزیون یک برنامه جالب داشت. حالا چند تا نکته خیلی مهم که بهتون بگم. نوشته برای our نیز ان به کار میبریم. ما اینو نمیخونیم our. It's our. پس چون H تلفظ نمیشه به صورت an our، پس ان به کار میبریم. حروف صدادار هستش. و نکته بعدی برای یونیورسیتی و یوروپن نیز A به کار میرود، زیرا یونیورسیتی به صورت یونیورسیتی تلفظ میشه و یوروپن به صورت یوروپن تلفظ میشه و ایگرگ هم حرف صدادار نیستش، پس اینا استثناء. A university, a European.
در واقع این با ایگرگ شروع شده، این هم که با او شروع شده ان. اینا جزء استثناء بودن. میدونیم که همیشه توی گرامرها استثناء وجود داره، پس اینها رو باید حفظ کنیم و یادمون باشه برای our ان به کار میبریم، برای یونیورسیتی و یوروپن ای به کار میبریم. نوشته وقتی که میخوایم بگوییم یک شی یا جاندار چه نوع چیزی هست، از ای یا ان استفاده میکنیم. برای مثال میخواد بگه که خورشید یک ستاره هستش. The sun is a star. The football is a game. فوتبال یک نوع بازی است. Dallas is a city in Texas. دالاس شهری در تگزاس است. خب اینجا انیمال با حروف صدادار شروع شده، پس توجه کنید. A mouse is an animal. It's a small animal. موش یک حیوان هست، یک حیوان کوچک. مثال بعدی. Joey is a very nice person. جویی خیلی آدم خوبیه. very با A میاد. We know Joey from the friends. Do you know him? خب نوشته برای مشاغل نیز از A و N استفاده میکنیم. یه مکالمه هستش. A. What do you do? B. I'm a dentist. A. چیکار میکنی؟ B. یه دندون پزشک هستم. I'm a dentist. Okay. What does Mark do? He's an engineer. این حروف صدا داره، پس ان میاد. خب Would you like to be a teacher? آیا دوست داری معلم بشی؟ حروف بی صدا با A میاد. Beethoven was a composer. خب حروف بی صدا با A میاد. مثال بعدی. Picasso was a famous painter. خب حروف بی صدا با A میاد. توی سوالی هم همینطوره. Are you a student? Or are you a teacher? خب فکر میکنم با این مثالایی که زدیم کامل این بحث رو متوجه شدیم. حالا آخر این درس یه سری تمرین هستش، نمیدونم دیده میشه یا نه. تمرین اولش گفته که در جاهای خالی A یا N بگذارید. Pull it with A or N. مثال اول old book, an old book. Window, a window. Horse, a horse. Airport. این جزء حروف صدا داره، پس an airport. New airport, a new airport. Organization started with O, so we use an organization. University. این همون نکته مهمی بود که اونجا راجبش خوندیم. این با ایگرگ شروع شده، پس a university. Hour اچ تلفظ نمیشه، پس با او شروع شده. an hour. Economic problem. It's start with E, so we use an. حروف صدا داره یک بار دیگه این بالا می نویسم که اشتباه نکنیم. A, E, I, O و U. اینا قبلش ان میاد. پس به جز اینا هر حرف دیگه بود قبلش A به کار میبریم. مثال بعدی گفته که در جاهای خالی یکی از کلمات داخل کاد را قرار بدید. خب 10 تا جای خالی داریم و 10 تا کلمه. ببینید اولی رو بذارید با هم دیگه مرور کنیم که خودش جواب بده. نوشته a dog is.
اینجا برد داریم، پس برد رو نوشته، برد با حروف بی صدا شروع شده، یه A قبلش اضافه کرده. اوکی. خب من یه سری از معنی این کلمات رو نمیدونستم، به خاطر همین جلوشون نوشتم تا اینکه بتونیم به هم ربطشون بدیم. A carrot is میگه هویج has یک vegetable. اوکی، سبزیجات. vegetable. خب حالا وی حروف بی صدا، a vegetable we use a. A carrot is a vegetable. هویج یک سبزیجات است. تنیس یک ورزشه دیگه، پس we use sport. خب حالا این حروف بی صدا، پس we use a. Tennis is a sport. مثال بعدی. 747 is 747 یه نوع هواپیماه دیگه. Airplane started with A, so we use an. A 747 is an airplane. مثال بعدی. Everest یه کوهستان دیگه، کوه. Mountain, so we use mountain. Started with M, we use A. Everest is a mountain. خب مثال 6. Number 6. Saturn is زحل هستش، یک پلنت، یه سیاره است. Planet started with P, so we use A. Saturn is a planet. Number 7. A banana is fruit. Started with F, so we use A. A banana is a fruit. The Amazon is آمازون، ما میگیم که آمازون رودخونه است دیگه، so we use river. Started with R, use A. The Amazon is a river. Number 9. A rose is rose یک گل دیگه، so we use flower. Started with F, so we use A. A rose is a flower. Number 10. A fly is مگس هستش، یک insect حشره. insect, so we use an. A fly is an insect. Okay. حالا توی مثال بعدی گفته که شغل این افراد چیست؟ از کلمات زیر استفاده کنید و جمله‌اش را کامل کنید. و البته اینو بگم که سری اولی که داشتم این سوالا رو جواب دادم فقط از روی عکس‌ها بود، اینا رو ندیده بودم. خب کلمات: آرشیتکت، آوتو مکانیک، دنتیست، الکتریسین، فوتوگرافر، سیلز کرک، تاکسی درایور. اولی گفته که عکس 1 she's dentist, it's start with D, so we use A. She's a dentist. مثال دوم نوشته can I help you؟ این فروشنده است دیگه. He's a sale clerk. Start with S, so we use A. He's a sale clerk. گزینه 3 این عکس. اتومکانیک،
auto mechanic. من اینجا یه اشتباه کردم، فقط مکانیک خالی نوشته بودم. میگم که کلمات رو ندیده بودم. پس he's a auto mechanic. So it's start with A, so we use an. He's an auto mechanic. خب عکس 4 میبینید که با پریز و اینا داره ور میره، پس برقکاره. So we use electrician. He's electrician. So we use an. He's an electrician. خب number 5 is a taxi. She's a taxi driver. Okay, or cab driver. She's a cab driver or she's a taxi driver. Number 6, she photographer start with P. But, so we use A. She's a photographer. 7, architect. He's an architect. So, and 8, and you. I'm a student or I'm a teacher or something else that you do. شماره 51 گفته هر یک از عبارات کادر سمت چپ را با یکی از کلمات کادر سمت راست ترکیب کنید و جملات صحیح بسازید. من حس کنم این توی ویدیو خوب دیده نمیشه، پس توی کاغذ می‌نویسم و بهتون میگم. ببینید مثال اول اینجا بوده I want to ask you question. So we use A. پس اینجا بین این جمله و این کلمات یا باید کلمه A یا باید کلمه ان رو به کار ببریم با توجه به حرفی که این کلمات باهاش شروع شده. پس سوال 1 رو نوشتیم که I wanted to ask you a question. خب number 2 نوشته که Lucia works in. اینو می نویسیم Lucia works in. لوسیا کار میکنه در آفیس، دفتر. his office. It's start with O, so we use an. Lucia works in an office. خب گزینه 3 گفته که Tom never wears. می نویسیم Tom never wears. تام هرگز نمیپوشه چی؟ hat، کلاه. پس so we use hat. It's start with H. We use A. Tom never wears a hat. جمله 4 Amy wants to learn. خب اینو می نویسیم Amy wants to learn. امی میخواد یاد بگیره چی؟ foreign language. learn foreign language. So it's start with S, so we use A. Amy wants to learn a foreign language. Okay. Number 5 I can't ride. I can't ride. من نمیتونم برونم چیو؟ دوچرخه رو. bicycle. bicycle.
It starts with B, so we use A. I can't ride a bicycle. Okay, number 6. Jim lives in. می‌نویسیمش. Jim lives in. جیم زندگی میکنه در old house. Old house. It starts with O, so we use an. Jim lives in an old house. Number 7. My brother is. My brother is. یه برادرم هست. Artist. It starts with A, so we use an. My brother is an artist. Okay. Number 8. Tonight I'm going to party. می‌نویسیم. Party. It starts with P, so we use A. Tonight I'm going to a party. Okay, that's it. تموم شد. امیدوارم که یاد گرفته باشین. اگر سوال خاصی راجع به این درس دارین حتما توی کامنت ها بهم بگین، چون که خوشحال میشم. من فکر میکنم این کتاب واقعا کامل توضیح میده و اینکه مثال های خیلی زیادی داره همونطور که میبینید و اینکه اکسپشن ها رو هم حتما پایان هر درس داره میگه، ولی خب اگر شما استثناء یا حتی نکات خیلی بهتری راجع به این مبحث دارین حتما بهم بگین. من خوشحال میشم که بتونیم به علم و دانشمون در این هیته اضافه کنیم و اینکه با هم دیگه یاد بگیریم. به نظر من بهترین کار اینه که یه خلاصه بندی داشته باشیم. من قبلا خلاصه بندی ها رو توی برگه‌های کوچیک میزدم و وصلش میکردم به کتاب، ولی خب همونطور که میبینیم توی 1 2 3 4 تا خط میتونیم یه خلاصه خیلی خوب داشته باشیم و اینکه our این exception we use an و university and European. It start with A, so we use A. به نظرم یه خلاصه خیلی مفید و کاربردی هستش که خب خیلی میتونه بهمون کمک کنه. به نظرم این قسمت رو توی حالا یه دفتر یا توی همون کتابتون یا هر جایی که دوست دارید بنویسید این شکل و اضافهش کنید و اینکه تو برای توضیحات بیشتر و اگر چیزی رو یادتون رفت میتونید به کتاب مراجعه کنید. این خلاصه نویسی برای قبل از امتحانات و تست ها خیلی کاربردیه و اینکه حالا هم توی تستای دانشگاهی، تستایی که توی مدارس میگیرن و حتی توی آزمون های استخدامی که سوالات زبان هستش خیلی کاربردیه، چون اکثرا فکر میکنم حداقل 50% سوال ها شامل گرامر ها میشه و اینکه کاربردش نه تنها توی درس و امتحانات هستش، بلکه شما اگر بخواید یه جمله بندی درست کنید حتما باید کاربردهای گرامری رو یاد بگیریم و اینکه نه حفظ کنید، چون که اگر بخواید یه جمله درست کنید صرفا با کنار هم گذاشتن کلمات درست نمیشه. این نکات کلیدی و ریز هستن که به ما کمک میکنن یه جمله درست رو
بسازیم، استفاده کنیم و اینکه حتی بتونیم به زبان انگلیسی خیلی راحت صحبت کنیم. مرسی از اینکه با من همراه بودین. این مبحث تموم شد. مرسی. بای. Love you.